لامبورگینی از جنس طلا رو کجای دلمون بذاریم آخه؟ وای کریم مسلمون نیستی تو. نمایندگی لامبورگینی در دبی یک عدد لامبورگینی از طلا و الماس ساخته و گفته هر کسی بخواد میتونه به شرکت سفارش بده تا ما هم براش باز دوباره بسازیم. فقط تاکید کردن که قیمتش از میلیارد میگذره و حواستون باشه و چند متری از تریلیون هم میره اونورتر. میلیارد واسه من پول خورده. کپسولای طلایی یکی دیگه از عجایب پاپیون کننده است که داخلش پر از تراشیدهای طلاست و هر دانش 10 میلیون تومانه و شاید باورتون نشه ولی این کپسولا فقط واسه طلایی شدن رنگ مطروحه. بعدش هم میرسیم به گرونترین دستشویی دنیا که 63 میلیارد خرجش کردن و کاشی‌ها خود مسترا و حتی دستمال توالتش هم کلهم از طلاست که قیمت دستمالش فقط 30 میلیارد تومان ناقابله. و در آخر ماسک صورت طلایی 24 عیار که یک شرکت ژاپنی اومده اونو ساخته و معتقده که پوست جوون جذاب و ناناس میکنه، قیمتش هم 25 میلیون ناقابله. رفقا حالا شما بگید اگه این همه طلا داشتید باش چیکار می‌کردید؟